ما کابل‌های مخابراتی، کابل‌های شبکه، کابل‌های برق، کابل‌های تخصصی رو داریم توی کارخونه تولید می‌کنیم. کابل‌های ما عمدتاً در شبکه‌های کامپیوتری، دوربین‌های مداربسته و همچنین مخابرات و تلفن استفاده میشن. کارخونه‌های سیم و کابل رو آشنا بودیم، کار می‌کردیم. با توجه به آشنایی به بازار و تولید سیم و کابل به این نتیجه رسیدیم که میتونیم خودمون تولید داشته باشیم و با تلاش 2 نفری این کار رو شروع کردیم و خودمون تولید و شبانه روز انجام میدادیم. ما با این سرمایه خیلی کم، شاید مثلا در حد 50 میلیون 60 میلیون شروع کردیم و اومدیم دیدیم که نه، اصلا کار این شکلی نیستش، به این راحتی ها نمیشه. خب مجبور شدیم برای اینکه سر پا وایسیم وسیله زیر پامون رو بفروشیم، طلا بفروشیم که مجموعه همه اینا شاید به 300 میلیون تومان هم نمیرسید. وضعیت اقتصادی خانواده ما شاید بشه گفت متوسط و رو به پایین بود و ما هیچ تکیه‌ای به اون قسمت نکردیم، یعنی سعی کردیم روی پای خودمون وایسیم و دستمون روزانه خودمون بذاریم. ما کار تولید رو با یه تیم 4 نفره سال 1396 شروع کردیم و اون روزای اول نهایتاً ماهی 30 تا 50 هزار متر تولید داشتیم. امروز بالغ بر 5 میلیون متر در ماه ما تولیدات داریم و الان پرسنل شرکت ما 40 نفر مستقیم و حداقل 50 نفر غیر مستقیم تو سراسر کشور در حال کار هستن. قطعا هر کسی اراده کنه بخواد فعالیتی رو شروع کنه میتونه، به شرط اینکه یک سری پارامترها رو، یک سری خصوصیات رو داشته باشه. اینکه ایمان به خودش داشته باشه و تلاش کنه، زحمت بکشه، تحقیق کنه راجع به کاری که میخواد انجام بده. سرمایه اولیه شاید یه بخش کوچیکی از این کار باشه. موضوع اصلی اینه که شما بتونید از توانایی خودتون استفاده کنید، بتونید خودتون رو بشناسید، هدفتون رو مشخص کنید، قدم محکم بردارید و کوتاه نیایید توی مسیرتون. تولید بدون چالش وجود نداره، ولی ما تولید رو شروع کردیم، کار کردیم که بتونیم چالش ها رو رفع کنیم. دولت با کم کردن بوروکراسی‌های اداری، با تخصیص منابع معدنی مستقیم به خود تولید کننده میتونه کمک کنه که تولید کننده راهش هموار بشه. جوان‌ها قطعاً بهتر میتونن فعالیت شروع کنن، فکرشون بازتره، انگیزه بیشتری دارن. اگر به هدفمون ایمان داشته باشیم، اگر به خودمون، به توانایی هامون ایمان داشته باشیم، من اینو مطمئنم میتونید و میشه کار کرد.